ایسا شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بودن، نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگیتان وجود داشته باشه و خوشی ها و شادی هایی که از خود خداوند سرچشمه میگیره و صلحی که از خداوند سرچشمه میگیره همیشه نصیب و عاید حالتان بگرده. دوستای عزیز، بازم از تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان با یک برنامه جدید، با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار دارم. و دوستای قسمی که شما میفهمین حتما باید موضوع برنامه امروز ما ایستر یا برخیز عیسی مسیح باشه، یعنی رستاخیز عیسی مسیح. و ما پیش و قبل از اینکه پیش از آمدن ایستر و قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنم، میخواهیم که عید قیام، عید پاک، عید رستاخیز که به اون معنای ایستر است را به همه مسیحیان عالم تبریک بگویم و هر آن کس دیگه که روز را گرامی میداره به اونا هم این روز را من تبریک میگم. دوستای عزیز، قبل از اینکه برم درباره ایستر صحبت بکنم، دوستای عزیز، که ایستر چیست و ایستر را مسیحیان فارسی زبان به کدام نام ها یاد میکنند، پیام ایستر چیست، آیا ایستر حقیقت دارد؟ قبل از اینکه برم به جواب سوالایی که همیشه از ما پرسیده میشه بپردازم، میخوایم که یک بخش کوتاهی از یک سرودی را که درباره ایستر یا رستاخیز مسیح است برای شما به نشر بسپارم. شما این سرود را بخش کوتاهش را بشنوین و بعد از اون من کلام خداوند را درباره ایستر با شما شریک میسازم. خداوند ماست، ای نجات بخش ماست، عیسی نجات بخش ماست، ای خداوند ماست، عیسی خداوند ماست، ای نجات بخش ماست، عیسی نجات بخش ماست. تو در بین ما هستی، تو پادشاه هستی، تو چشمه خزندی، تو زنده هستی، تو در بین ما هستی، تو پادشاه هستی، تو چشمه خزندی، تو زنده هستی. عیسی خداوند، نجات قلبم، شاه شاهان، راه مایان، عیسی خداوند، نجات قلبم، شاه شاهان، راه مایان. تو در بین ما هستی، تو پادشاه هستی، تو چشمه خزندی، تو زنده هستی، تو در بین ما هستی، تو پادشاه هستی، تو چشمه خزندی، تو زنده هستی. دوستان عزیز، سرود را شنیدین. البته بخش کوتاه سرود بود و ما مطمئن هستم که اگر شما به عیسی مسیح ایمان دارین و اگر شما مشتاق شناختن عیسی مسیح هستین، حتما این سرود را شما خوش کردین و مورد علاقه و پسند شما قرار گرفت. دوستان عزیز، ما امروز به اصل موضوع میپردازیم. موضوع برنامه امروز ما ایستر یا رستاخیز مسیح. در ابتدا میخوایم بگوییم که مسیحیان فارسی زبان ایستر را به نامهای عید پاک، عید قیام، عید رستاخیز مسیح یاد میکنن. عید قیام، عید پاک و عید رستاخیز مسیح، این نامایی است که مسیحیان فارسی زبان به ایستر استفاده میکنن. و دوستان عزیز، ما میخوایم که یک موضوع مهم دیگه را بر شما بگویم که ما حتی میتونیم کلمه برخیز مسیح از عالم مردگان را هم به ایستر استفاده بکنیم. و مسیحیان ایستر را به مثل یک عید و به مثل یک جشن میدانند. عید خودش به معنای جشن است و این جشن میگیرن و بسیار خوشحال میباشن. یکی از روزهای بسیار مهمی است ایستر، یکی از روزهای بسیار مهم، یکی از جشنهای بسیار مهم و اعیاد بسیار مهم از برای مسیحیان به مثل کریسمس. دوستان عزیز، یعنی روز بسیار عظیم است که همه مسیحایی را تجلیل میکنن. هر کسی که به اسم مسیح یاد میشه این روز را تجلیل میکنه. و در بسیار از کشورهای دنیا اگر ما و شما بریم، روز ایستر رخصتی است. حتی در کشورهایی که در اونجا مسیحا فیصدیشان کم است، مثلا هندوستان و غیره، در اونجا هم روز ایستر تجلیل میشه. اگر تجلیل هم مردم نمیکنن، امی روز تعطیل است، رخصتی است و مردم به کار نمیرن به حرمت ایستر. و دوستان عزیز، حتی در بعض کشورهای غربی به خاطر که ایستر در روز یک شنبه واقع میشه و یک شنبه بیاز رخصتی از در این کشورها، با او خاطر اونا میگیرن روز دوشنبه را هم رخصتی میتن، تعطیل میکنن و به نام
ایستر منده یا مند ایستر یاد میکنن، یا دوشنبه که در او ایستر به خاطر ایستر تعطیل می باشه. خب دوستان عزیز، پس مردم دنیا، بیشتر مردم دنیا با کلمه ایستر یا رستاخیز مسیح یا عید رستاخیز مسیح که یکی از اعیاد مسیحیان است همشان آشنا هستند. دوستان عزیز، همگی روز را میشناسند و مردم حتی اگر تجلیل را نمیکنن از تعطیلاتی که در ایستر و گود فرایدی یعنی عید رستاخیز و عید مثلا جمعه نیک می باشه از اونا مستفید میشن و لذت میبرند. ولی ایستر چیست دوستان عزیز و پیام ایستر برای ما و شما چیست؟ اول میخوایم موضوع را براتون بگویم. کتاب مقدس از مسیحا نخواسته، یعنی حکم نکرده که شما ایستر را تجلیل بکنین و کدام عید را هم یا کدام جشن را هم به نام ایستر برای ما معرفی نکرده. یعنی و در هیچ جای کتاب مقدس هم نآمده که مسیحا یک عید به نام ایستر یا رستاخیز مسیح داشتن. ولی در کتاب مقدس، در کتاب اعمال رسولان ذکر شده و در اونجا گفته شده در همون روزی که مسیح از مرگ برخاست که روز یکشنبه است، مسیحا باز در همون روز برای عبادت جمع میشدن. کتاب حال مسیحا در روزهای یکشنبه عبادت میکنن. قبل از در روزهای شنبه بود و ما شما میفهمیم که مسلمان ها مثلا در روزهای جمعه عبادت میکنن، یعنی امروز تعطیلشان است. ولی مسیحا روز یک شنبه را تعطیل میکنن و در این روز به عبادت دستجمعی میپردازند. خب دوستان عزیز، مثل که مسلمان ها نماز جمعه دارن، همین رقم مسیحا در روز یک شنبه همشان به کلیسا میرن و در عبادت دستجمعی اشتراک میکنن. و گفتیم که ایستر حکم نیست در کتاب مقدس، ولی مسیحی ها به سبب کار عظیمی که عیسی مسیح یا یسوع مسیح خدای زنده و نجات دهنده ما در این روز انجام دادن، اونا میاین امی آمدن و امی ایستر را یا روز برخیز یا رستاخیز عیسی مسیح را به نام عید قیام و به شکل یک عید اونا به شکل یک جشن تجلیل کردن و تا والی بر ما یک رسم و رسوم مانده و یک رسم بسیار خوب است، یک رسم خداپسندانه است، یک رسم است که نام خدا در این روز جلال پیدا میکنه. همه مسیحا در روز ایستر یا رستاخیز مسیح میان گرد هم جمع میشن و در اوجا اینا خوشی میکنن، شادی میکنن و برند شدن و برخاستن و قیام و دوباره زنده شدن خداوند و نجات دهنده خود یسوع مسیح که در بدن دوباره پس بدن تازه و جدید گرفت، اینا جشن میگیرن. دوستان عزیز، خب این بود یک معلومات کوتاه درباره ایستر و ای که به چی نام ها مثلا ایستر را مسیحیان فارسی زبان در کلیسای فارسی زبان یاد میکنن. عید قیام، عید پاک، عید رستاخیز و یا دوباره زنده شدن عیسی مسیح نامه‌ای است که ما میتونیم استفاده بکنیم برای عید یا جشن ایستر. خب دوستان عزیز، حالا میایم به فلسفه ایستر چیست؟ فلسفه ایستر از دوستان عزیز که بعداً از کتاب مقدس ها میخوانم. فلسفه ایستر دوستان عزیز که خداوند ما یسوع مسیح خالق دنیا، خالق تمام کائنات آمد نسبت به محبتی که به بشر داشت برای نجاتشان، چون بشر همگی گناه کرده بودند و همگی محکوم شده بودند به مرگ ابدی، به خاطر محبتی که نسبت به بشر داشت آمد جسم پوشید و از طریق همون جسم یسوع مسیح خدای نجات دهنده آمد پیام خود را برای بشر رسان که ای بشر شما محکوم به مرگ ابدی یا جهنم هستید، ولی خبر خوش این است. انجیل که به معنای خبر خوش است یسوع مسیح را برای ما بیان کرد که خبر خوش یا انجیل این است که اکنون خداوند جسم پوشیده و آمده تا راه نجات را بر شما باز بکنه و هر کسی که به می خداوند ایمان بیاره و راه نجاتش قبول کنه و این خداوند را نجات دهنده خود بدانه او نجات پیدا میکنه. خداوند به خاطر اثبات گفته های خود که مردم باورشان بیاید آمد یسوع مسیح معجزات زیاد را، آیات و کارهای عظیم زیاد را بر بشر نشان داد تا بشر باورشان بیاید. و بالاخره اون رقمی که مسیح خودش پیشگویی کرده بود که آیات را بعداً میخوانیم که ما باید بمیرم. به خاطر چی؟ درست است که مسیح یا خداوند ما مسیح با بشر محبت داشت، ولی عدالت خداوند در اینجا در کار بود و نمیگذاشت که بشر را که گناه کرده بدون از اینکه اما قیمت گناهشان پرداخته شد، فدیه و کفاره گناهشان پرداخته شد یا بپردازن اونها دیگه بخشیده شدند. پس به این خاطر یسوع مسیح آمد جسم پوشید و جسم خود بر روی صلیب قربان کرد، فدیه کرد، کفاره گناه را با واسطه از او پرداخت، چون مزد گناه مرگ بود، هم مرگ ابدی هم مرگ روحانی، و یسوع مسیح کار را بر روی صلیب انجام داد و راه نجات را بر ما باز کرد که این مرگ مسیح بر روی صلیب را به نام گود فرایدی یا جمعه نیک یاد میکنن که درباره از اون یک پیام بر
تان ساخته بودم و میتونین اگر میخواین در اون باره شما معلومات حاصل بکنین، پیام مرا درباره گود فرایدی یا جمعه نیک هم بشنوین دوست عزیز، که همون جمعه نیک را به نام آدینه نیک و آدینه مقدس هم یاد میکنم. ولی مسیح مرد بر روی صلیب دوست عزیز و مسیح دفن کردن، برای 3 روز در قبر بود، جمعه، شنبه، یک شنبه. متاسفانه امروز در دنیا تعداد زیاد از دوستای مسلمان ما اونا آمدن از مرگ مسیح انکار میکنن، میگه مسیح نمرده، مسیح زنده به آسمان را، به جایش شاگرد خائنش یهودا بر سر صلیب مصلوب شد، در حالی که مسیح مرده. و بعضی از مسلمان‌ها به نام احمدی‌ها، فرقه احمدی یاد میشه، اونا باز میان یک دروغ دیگه را بنا کردن و میگن مسیح بر روی صلیب فقط ضعف کرد یا بیهوش شد. بعد از او بازو را که میخواستن دفع کنن، شاگرداش دیدن که بیهوش شده، او را به حال آوردن و بالاخره باز مسیح رفت و کشمیر و در اوج قبرش است و غیره و غیره. یعنی مسلمان ها منکر مرگ مسیح هستند، در حالی که کتاب مقدس واضح میفرماید که مسیح مرد. مسیح هم خودش پیشگویی کرده بود که من میمیرم، 3 روز در قبر هستم، روز سوم دوباره زنده میشم. و همین رقم در عهد قدیم و انبیای پیشین درباره مسیح موعود پیشگویی کرده بودند که مسیح میآید و بالاخره او میمره و از مرگ دوباره پس زنده میشه. پس مرگ مسیح اگر مسلمان ها هرچی کوشش بکنن اونا رد بکنن و پنهان بکنن و بگن مسیح زنده است و آسمان رفته، بله مسیح امروز زنده است ولی مرد و دوباره پس برخاست. پس مسلمان ها که همی جمعه نیک و عید رستاخیز مسیح را کاملا منکرش هستند و انکار میکنن. مسیح مرد، روزش جمعه، شنبه در قبر بود، یک شنبه صبح وقت مسیح از مرگ برخاست و این برخاستن مسیح از مرگ پیروزی مسیح را برچی نشان میده؟ اولی که پیشگویی که در عهد قدیم درباره عیسی مسیح یا درباره خداوند ما یسوع مسیح در عهد قدیم به نام مسیح موعود توسط انبیای مختلف مثل داوود، اشعیا و ابراهیم و آدم و مثلا انبیای زکریا و غیره، اسحاق و یعقوب و غیره اینا انجام شده بود، همش با واسطه یسوع مسیح پوره شد. مسیح وقتی از مرگ برخاست پیشگویی شده بود که مسیح میآید، میمیره، دوباره از مرگ زنده میشه، برمیخیزه و این کار در رستاخیز یسوع مسیح پوره شد. و همچنان وقتی که مسیح بر روی دنیا آمد و جسم پوشید، خودش هم پیشگویی کرده بود چندین بار که من میمیرم و دوباره پس از مرگ برمیخیزم، روز سوم زنده میشم. و روز سوم وقتی که یسوع مسیح از مرگ برخاست، زنده شد، از مردگان قیام کرد، ما میبینیم که پیشگویی مسیح هم پوره شد. و مسیح هدف این کار چرا از مرگ بلند میشه و برمیخیزه بیان کرده بود. گفت که من به دنیا آمدم به خاطر نجات بشر و به خاطر نجات بشر من باید قیمت گناه بشر را برای صلیب بپردازم. من قیمت گناه بشر را برای صلیب میپردازم، ولی کسی باور نمیکنه تا زمانی که من دوباره پس از مرگ بر نخیزم. وقتی که من از مرگ بلند میشم، قیام میکنم، دوباره پس زنده میشم، رستاخیز میکنم، اونمو وقتی است که مردم وقت رستاخیز مرا میبینن باورشان میاد که ما واقعا قیمت گناه مردم را پرداختیم، چرا که یکی از شرط قیمت پرداخت گناه مردم برای صلیبی بود که مسیح مرده دیگه در قبر نمانه بلکه برخیزه و قیام بکنه. دوستو عزیز، پس مسیح برای ما قناعت داد و ایره به اثبات رساند که واقعا قیمت گناه ما را پرداخته. و امروز هر کسی که به زانو بزنه در قلب خود باور بکنه و به زبان اعتراف بکنه که یسوع مسیح خداوند و نجات دهنده است، یسوع مسیح تمام گناه او را میبخشه و بر از او زندگی ابدی میده. دوستو عزیز، پس این کار است که مسیح انجام داد. مسیح در حقیقت با قیام خود از عالم مردگان، با رستاخیز خود، با دوباره زنده شدنش خود بعد از 3 روز، یسوع مسیح آمد مرگ را شکست داد که مرگ دیگه بر مسیح پیروز شدن نمیتونه. عالم مردگان را شکست داد، یعنی دنیایی که در روج یک عالمی که در روج باید به مرگ فرو بری و او مرگ بالاخره به مرگ ابدی می انجامه، او را شکست داد. تاریکی و ظلمت که جای روشنایی را بگیره او را مسیح شکست داد. و مسیح گناه را شکست داد، چرا که خود گناه وقتی کسی میکرد باعث از این میشد که انسان با مرگ ابدی روبرو شد. پس مسیح را شکست داد. یعنی در حقیقت مسیح با این شکست دادن مرگ و شیطان و قبر و عالم مردگان و تاریکی و ظلمت و گناه
در حقیقت یسوع مسیح بر ما یک اعلام کرد و یک پیام خوش داد و او پیام خوش چی بود؟ که ما هم با واسطه مسیح بر همه چیزایی که من گفتم، بر مرگ و همه چیز پیروز هستیم. حتی که اگر جسممون بمیره، روح ما با یسوع مسیح می باشه و یک روز یسوع مسیح میگه اون رقم که من جسم تازه گرفتم و زنده شدم، از عالم مردگان برخاستم، شما هم زنده میشین با یک جسم جدید و با ما یک جا میاین. شما محکوم نمیشین، مورد قضاوت قرار نمیگیرین، بلکه در روز قیامت با ما شما در قضاوت دیگران میاین شریک میشین، یعنی در روی شما وجود می داشته باشین و شما هم میاین در کنار تخت پادشاهی ما قرار گرفته و در اوج تخت قضاوت ما و در اوج شما میاین مورد قضاوت قرار نمیگیرین، بلکه به مثل پادشاهان با ما شما چی میکنین؟ میاین و داوری دیگه نگاه میکنین. متوجه هستین؟ پس پیروزی انسان، پیروزی بشر بر گناه، پیروزی انسان و بشر بر مرگ، پیروزی بشر و انسان بر عالم مردگان، پیروزی بشر و انسان بر گفتم ظلمت و تاریکی در رستاخیز عیسی مسیح حاصل شد. دوست عزیز، این هدف ایستر است. اگر مسیح در قبر و در سر صلیب بمیرد، تو در قبر میمون، کلگی میفی دروغ گفت. خود درست از سر صلیب کشتش، مرد، از بین رفت، ولی از رستاخیز نکرد. پس در عهد قدیم هم آیات را گفته بود درباره از نبود، خود از هم گفته بود درباره از نبود، گیر نتونست مسیح به اثبات برسانه، ولی مسیح را به ما به اثبات رساند. دوست عزیز، و در اینجا ما میبینیم این کاری است که مسیح تنها خودش نگفته و در کتاب مقدس تنها این نوشته نشده، بلکه شاهدای را ما داریم. فرشتای خداوند در اینجا آمدن شهادت دادن که مسیح برخاسته و مریم مجدلیه مسیح را به چشمای خود دید و پتروس مسیح را به چشمای خود دید که دوباره زنده شده. 12 شاگرد یسوع مسیح آمدن یسوع مسیح را دیدن که دوباره زنده شده. یکی از شاگرداش توماس که شک کرده بود که مسیح زنده نشد، او آمد مسیح برای بار دیگه بر از او خود نشان داد. 2 نفر از شاگرداش که در راه میرفتن مسیح بر از اونها ظاهر شد و گفت ما اینا دوباره پس زنده شدیم. و بالاخره همی که مسیح در طول 40 روز که زنده شده بود، از مرگ برخاسته بود، با شاگردای خود وقت را سپری کرد و بالاخره روزی که مسیح با آسمان صعود میکرد و میرفت، 500 نفر در یک بالاخانه جمع شده بودن و مسیح را دیدن که مسیح واقعا زنده شده و مسیح وقتی رفت و صعود کرد و گفت دوباره پس بر میگردم، اونا شاهد حال از این واقعه بودن. و امروز ما مسیحا منتظر آمدن مسیح هستیم که روز قضاوت یا روز قیامت را و روز داوری را آغاز بکنه، که در روز ما زنده شیم، با مسیح یک جا شیم، مورد قضاوت و محکومیت قرار نمیگیریم، ولی کسایی که ایمان آورده اونا در مقابل تخت داوری خداوند قرار میگیرن و خداوند مطابق عادل است و نسبت به عدالت خود حتما در اون روز کسایی را که مثلا به خداوند ایمان آوردن مورد قضاوت خود قرار میده، ولی بازم محبت خداوند بسیار زیاد است و ما باور داریم که خداوند از محبت خودم کار میگیره. خب دوستان عزیزی بود فلسفه ایستر. پس ایستر را ما بر شما تشریح کردیم، یعنی دوباره زنده شدن مسیح. مرد روز جمعه، شنبه در قبر بود، یک شنبه صبح وقت که 3 روز میشه مسیح از مرگ بلند شد، زنده شد. هدفش چی بود؟ که پیشگوی عهد قدیم پوره بسازه، پیشگوی خود در عهد جدید پوره بسازه. و همچنان ادعا کرده بود همونطور که من میمیرم قیمت گناهتان پرداختیم، باز وقتی که در رستاخیز دوباره از مرگ زنده شدم، این قدرت بر شما نشان دادم، باور شما بیاید که واقعا گناهتان بخشیده شده. امروز که ما رستاخیز مسیح را میبینیم که مسیح از مرگ دوباره پس زنده شده، ما میگیم مسیح راست گفته بود، واقعا قیمت گناه ما را بر سر صلیب پرداخته، پس ما به ایمان بریم و گناه ما را خداوند عفو میکنه. دوستان عزیز، این مسئله بود که دوستان عزیز من بر شما بیان کردم. خب در اینجا دوستان عزیز من میخوایم چند آیه را بر شما بخوانم از کتاب مقدس تا نشه که همه چیز از دل خود گفته باشم. اشعیا 53 را اگر ما بخوانیم، در اینجا آیه از 53 آیه 10، اشعیای نبی فصل 53 آیه 10 را بر شما میخوانم. و در اینجا دوستان عزیز اشعیای نبی بین 700 تا 750 سال پیش یا قبل از مسیح آمده پیشگویی میکنه که مسیح میمیره و دوباره پس زنده میشه.
متوجه هستیم؟ خدا میفرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد، او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان برمغان آورد، بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد، او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد. پس دوستان دیدیم که اشعای نبی بین 750 سال پیش از اینکه مسیح بیاد جسم بپوشه پیشگویی کرده بود که مسیح میاد جسم میپوشه و جسم قربانی میشه و در قبر گذاشته میشه و دوباره پس مسیح یک جسم نو میگیره و یعنی دوباره از همون که مرده دوباره یک جسم نو میگیره و زنده میشه میایه. پس در اینجا ما شما دیدیم که پیشگویی صورت گرفته بود. این حال اگر رستاخیز یا استر صورت نمیگرفت دیگه ما باور نمی داشتیم که همون مسیح است که باید می آمد و می مرد و دوباره پس زنده میشه. پس رستاخیز مسیح میبینیم مثل اشیای نبی بسیار آیات دیگه در کتاب مقدس وجود داره که وقت بر از اون نداریم، ولی هم یک شما خواندیم به طور نمونه. و اگر عیسی مسیح یا یسوع مسیح خداوند و نجات دهنده ما جسم پوشیده بود دوباره جسم نمیگیره و دوباره جسم زنده نمیشد، دیگه باز ما باور نمیکنیم که همون یسوع مسیح است که آمده و جسم پوشیده بود. این پیشگویان ناتمام میمونه. و همین رقم دوستان عزیز اگر ما و شما در لوقا بخوانیم، ما از لوقا میخوانم از عهد جدید، ببینیم که می خود مسیح هم ادعا کرده بود دوستان عزیز که گفته بود آیه 21 گفت، آیه 20 فصل 9 لوقا خود مسیح ادعا میکنه چی میگه؟ اما عیسی ایشان را اما یسوع ایشان را اکیداً منع کرد که این موضوع را با کسی در میان نگذارند. سپس به ایشان فرمود لازم است که من رنج و عذاب بسیار بکشم. بزرگان قوم، کاهنان اعظم و علمای دین مرا محکوم کرده خواهند کشت، اما من روز سوم زنده خواهم شد. ما در اینجا دیدیم دوستان عزیز در لوقا فصل 9 آیه 21 و آیه 22 که مسیح خودش ادعا میکنه که مرا میکشن، یعنی و ما دوباره پس زنده میشه. ما در درس گذشته خواندیم که مسیح در جای دیگه میگه که همین که میگم مرا میکشن این اراده ایم است که کار باید صورت بگیره و در غیر از اون کسی مرا کشته نمیتونه، بلکه خود می کار را به اراده خود انجام میده. ولی سخن مهم در اینجا ای است که مسیح گفت که من دوباره زنده میشم. اینال اگر رستاخیز مسیح صورت نمیگرفت، مسیح از مرگ بر نمیخواست، دیگه حرف مسیح در اینجا کاملا دروغ می بود. پس ما دیدیم که بسیار مهم است مسیح که رستاخیز کرد باورم آمد که امو یسوع مسیح است، امو خدای زنده و حقیقی نجات دهنده است که جسم پوشیده و بر نجات بشر آمده و این نبی که پیشگوی قدیم، عهد قدیم پیشگوی خودش در عهد جدید در اینجا پورا شد. و همچنان دوستان عزیز در اینجا اگر ما فرض مثال مرقس را بخوانیم میبینیم که در واقعا یسوع مسیح چی شده؟ زنده شده. یعنی یک گپ نبوده که ما از دل خود میگم، بلکه کتاب مقدسی را میگه. کسی کتاب مقدس را باور نداره او مربوط به خودش میشه. در اینجا در مرقس فصل 16 6 میگه ولی فرشته به ایشان گفت، به کسایی که آمده بودن که ببینن که مسیح در قبر است و مرده میزنه، مگر به دنبال یسوع ناصری نمیگردید که روی صلیب کشته شد؟ به دنبال از او میگردین شما؟ او اینجا نیست، یسوع دوباره زنده شده است. نگاه کنید این هم جایی که جسدش را گذاشته بودند. اکنون بروید و با شاگردان و پتروس مژده دهید که پیش از شما به جلیل میرود تا شما را در آنجا ببیند، درست همانطور که پیش از مرگ به شما گفته بود. پس در اینجا ما دیدیم که کتاب مقدس میگه که مسیح زنده شده. پس این کلام ما نیست، بلکه کلام کتاب خود خداوند است. و اگر کسی باور نداره که کتاب مقدس مثلا کلام خداست، او باز یک مسئله جداگانه است، مشکل خود از اون است. ولی چیزی را که من میگم از کتاب مقدس میگم، چیزی را که تابل تشریح کردم از کتاب مقدس است. همچنان اگر ما لوقا فصل 24 را بخوانیم و از آیه 5 میخوانم، از آیه 5 میخوانم، در اینجا ما شما ببینیم کتاب مقدس میگه که مسیح مرده بود و دوباره پس زنده شد. زنان بسیار ترسیدند. لوقا فصل 24 آیه 5 و آنان را تعظیم کردند. آن دو مرد پرسیدند چرا در بین مردگان به دنبال شخص زنده میگردید؟ یسوع اینجا نیست و زنده شده است. به یاد آورید سخنان را که در جلیل به شما گفت که میبایست به دست مردم گناهکار تسلیم شده کشته شود و روز سوم برخیزد. آنگاه زنان گفته های یسوع را به یاد آوردند. پس با عجله به اورشلیم بازگشتند تا آن 11 شاگرد و سایرین را از این وقایع آگاه سازند. پس در اینجا ما شما دیدیم دوستان عزیز که یسوع مسیح واقعا زنده شد. و همچنان اگر از اعمال رسولان ما شما بخوانیم،
از اعمال رسولان در اونجا میبینیم که یسوع مسیح زنده است و به آسمان صعود میکنه، یعنی دوباره پس زنده شده و به آسمان صعود میکنه. پس من از اعمال رسولان بر شما میخوانم. در اینجا است. خب در اینجا میگه در اینجا گفت که در کتاب نخست از آیه اول اعمال رسولان فصل اول میخوانم. به شرح کامل زندگی و تعالیم یسوع پرداختم و نوشتم که چگونه پس از آن که احکام خود را توسط روح القدس به رسولان برگزیده خود داد به آسمان بالا رفت. او در مدت 40 روز پس از مرگ خود بارها خود را زنده به رسولان ظاهر ساخت و به طرق گوناگون به ایشان ثابت کرد که واقعا زنده شده است. در این فرصت ها او درباره ملکوت خدا با ایشان چی کرد؟ سخن میگفت. ما شما ببینیم بارها میگه خود را به رسولان نشان داد. در فایده که من زدم از دلم نبود و کتاب مقدس را که بخونید تمامی بارها و وقایع در کتاب مقدس به تفصیل و تشریح ذکر شده. ولی در اینجا دوستان عزیز ما میخواهیم که یک موضوع بسیار مهم دیگر را بخوانم که همین زنده شدن مسیح برای ما شما چی معنا داره. خب ما میخوایم چند آیه را بخوانم و این آیه ها نشان میده. ما گفتم مسیح وقتی زنده شد این پیروزی ما را بر مرگ نشان داد و اگر مسیح نشان و بر ما ایرا مسیح به اثبات رسان که ما وقتی میمیریم دوباره پس زنده میشیم. متوجه هستین؟ اگر این کار نمیشد دیگه ما باز باور نمیکنیم میفتیم مردیم همه چیز تمام میشه. ولی مسیح این کار بر ما نشان داد. خب اگر ما از اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 بخوانیم، فصل 4 آیه 14 بر ما میگه زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت و خدا تمام مسیحیان را که مردن همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. کل مسیحایی که زنده میشه با مسیح یک جای میشن و بعد از مردای دیگه هم چی میشه؟ زنده میشه. پس همین رستاخیز مسیح برخیز مسیح برای ما پیام میره میده که بعد از اینکه میمیریم جسمن روح ما با عیسی مسیح میباشه و دوباره پس ما جسم میگیریم در روز قیامت قیام میکنیم. یعنی همین قیامت ثبوتش در همین که داده شده. و اگر ما از اول پطرس بخوانم آیایی را ما میخوایم بر شما بخوانم از جای مختلف کتاب مقدس تا شما باورتان بیاید تمام گفتهایی که ما گفتیم از کتاب مقدس است. و اگر کسی باز شک داشت و مربوط به خودش میشه ما درباره از او صحبت نمیکنیم. ما میخوایم از اول پطرس بر شما بخوانم فصل 1 آیه 3 و در اینجا بر ما میگه خب او به سبب لطف بیپایان و عظیم خود ما را سر نو مولود ساخت که عیسی مسیح یسوع مسیح از این رو مولود ساخت و عضو خانواده خود گردان. از این رو ما اکنون با امید حیات جاوید زنده ایم زیرا مسیح نیست پس از مرگ حیات یافت. متوجه هستین؟ پس در اینجا میبینیم که ما یک مولود تازه شدیم. که یک مولود تازه شدیم یه از لطف مسیح بوده. ما دوباره پس زنده شدیم، یک مولود تازه هستیم که حتی اگر جسمن ببینیم روح ما به نزد خداوند میباشه. و ثبوت از چی است؟ که ایستر یا این رستاخیز عیسی مسیح است. و اگر ما بر شما دوستان عزیز از کتاب مکاشفه فصل 20 بخوانم، در مکاشفه فصل 20 و آیه 6 بر شما میخوانم میگه خوشبخت و مقدس آنانی که در این قیامت اول سهم دارند. قیامت اول هم قیامت است که مسیحی ها با یسوع مسیح میکنن. یعنی وقتی یسوع مسیح برمیگرده که قیامت را آغاز بکنه مسیحی ها بدن تازه میگیره روحشان و با مسیح یک جا میشن. و اینان از مرگ دوم هیچ راست ندارن. مرگ دوم چیز یک بار جسمن مردم مرد و در روز قیامت وقتی اینا قیام میکنن از مرده دوباره پس زنده میشن با وجود در داوری خداوند است. و اگر دو داوری محکوم شدن با مرگ دوم که زندگی ابدی در جهنم است با او چی میشن؟ مرگ ابدی در جهنم است با او روبرو میشن. و از مرگ دوم هیچ راست ندارن بلکه کاهنان خدا و مسیح بوده با او 1000 سال سلطنت خواهند کرد. یک سلطنت است که بعد از میگه تا ابد الابد همراه مسیح چی میکنن؟ زندگی میکنن. پس دوستان عزیز یعنی در بین همین مرگ قیام اولی که مسیحا میکنن و قیام دیگه که مردم میکنن 1000 سال یک سمبولیک یک نمبر داده شده. و در اینجا ما شما میبینیم که پس واقعا همی که ما امروز امید داریم، ما رجوع داریم، ما مسیحی ها که ما گناه ما بخشیده شده و در سبب از این گناه ما بخشیده شده ما یک مولود تازه شدیم و سبب از این مولود تازه شدیم یک زندگی تازه ابدی داریم و حتی اگه جسمن بمیریم روح ما به نزد خدا می باشه
و در روز آخرت هم ما جسم تازه میگیریم، با خداوند هستیم و مورد قضاوت و محکومیت قرار نمیگیریم و زندگی ابدی رو به او سپری میکنیم. اینی آیات بود که از روی کتاب مقدس خواندیم. البته آیات بسیار زیاد است، من چند آیه را خواندم و در آخر دوستای ما میخوایم یک آیه را بر شما بخوانم و به کسایی که به یسوع مسیح ایمان دارن میخوایم اونا رو تشویق بکنم که به درباره آیه فکر بکنن و کسایی که به یسوع مسیح و صفت خداوند و نجات دهنده خود ایمان ندارن اونا را میخوایم تشویق بکنم که درباره آیه فکر بکنن و بیاین به یسوع مسیح به صفت خداوند و نجات دهنده خود ایمان بیارن. یوحنا فصل 11 آیه 25. یسوع فرمود آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. مرتا آیا به این گفته من ایمان داری؟ مسیح چی میگه؟ هر کسی که به من ایمان بیاره زندگی جاوید یافته، حتی اگر بمیره دوباره پس بر میخیزد، جسم تازه و جدید میگیره. مسیح میگه او کسی که مرده ها را زنده میکنه و گناهیش میبخشه او من هستم. اگر میگه به من ایمان بیاری من برای تو زندگی جاوید میدم، برای تو حیات جاوید میدم، تو از محکومیت و قضاوت ابدی کاملا چی میشی؟ خلاص میشی، رهایی پیدا میکنی. تو دیگه مورد محکومیت و داوری قرار نمیگیری، با مرگ ابدی روبرو نمیشی. میگه مرد آیا ایمان داری به من؟ امروز دوست عزیز او برادر و خواهر مسیح که تو ایمان داری به ای که مسیح خداوند و نجات دهنده تو است و او تو را از مرگ ابدی نجات داده و برای تو تحفه زندگی ابدی را داده، خوشا به حالت. و او خواهر و برادر غیر مسیحی که هنوز به این حقیقت دست نیافتی، امروز من تو را در نام خداوند و نجات دهنده خود یسوع مسیح دعوت میکنم که بیا به این دعوت یسوع مسیح لبیک بگو و یسوع مسیح را به صفت خداوند و نجات دهنده خود قبول بکو. مسیح گناه تو را میبخشه، مسیح دوباره حتی اگر بمیری به تو جسم تازه میده و تو را زنده میسازه. اما زمین الان برای تو زندگی ابدی میده که حتی اگر بمیری روحت به نزد مسیح میباشه، در صلح و صفا و در آرامش و محبت و در پاکی و قدوسیت قرار میگیره و مسیح زندگی و آخرت تره، زندگی ابدی و آخرت تره، رستگاری تره کاملا تضمین میکنه. آیا قسمی که مسیح دعوت داد به مرتا که اسم یک زن است، به دعوت مسیح که برای تو میده هر نامی که داری، تو هر نامی که تو داری ای خواهر و برادر، تو جواب لبیک میگی، دعوت مسیح را قبول میکنی؟ خواهش مستوی است که بیا درباره موضوع فکر بکو و این دعوت مسیح را قبول بکو و این دعوت مسیح لبیک بگو. زندگی تو را کاملا تازه و نو می سازه، گناه های تو را می بخشه، تو را به یک مولود جدید تبدیل میکنه و تو فرزند روحانی خدا خوانده میشی، روح خدا در تو ساکن گزین میشه و تو زندگی ابدی را از خداوند دریافت میکنی و رستگاری کامل تو مورد ضمانت مسیح قرار گرفته و میگیره. دوستان عزیز امیدوار هستم که به این پیام مسیح شما لبیک بگوین، دعوت مسیح را شما قبول بکنین و بیاین به عیسی مسیح ایمان بیارین. موضوع برنامه امروز ما ایستر بود، ایستر یا عید قیام، عید پاک و یا رستاخیز مسیح یا دوباره زنده شدن مسیح. همیست که مسیح مرد و دوباره زنده شد. به خاطر چی؟ به خاطر که پیروزی خود را بر مرگ، بر شیطان، بر قضاوت، بر محکومیت، بر تاریکی، بر ظلمت، بر عالم مردگان اعلام بکنه و مسیح بیای ما را شر گناه های ما که نجات داده با واسطه اسم مصلوب شدن خود، ایره ضمانتش را برای ما با واسطه رستاخیز خود بده و برای ما قناعت را بده که مسیح رفته دوباره بر میگرده و حتی اگر ما بمیریم جسم روح ما به نزد از می باشه. وقتی که بر میگرده و قیامت را آغاز میکنه، روح ما جسم تازه میگیره، با مسیح ما در تخت داوری از قرار میگیریم، مورد هیچ گونه محکومیت قرار نمیگیریم و کسایی که به مسیح ایمان نآوردن اونا مورد محکومیت قرار میگیرن. ولی ما نمیگیریم، زندگی ابدی داریم. از همین الان زندگی ابدی روحانی داریم و جسم نامور بعد از آمدن عیسی مسیح در یک جسم تازه و جدید در بهشت، در جنت یا در حضور مسیح خداوند و نجات دهنده ما بر ابد و الابد سپری میکنیم.
این بود پیام ایستر دوستای عزیز. امیدوار هستم که پیام را گرفته باشین و بازم ایستر یا عید رستاخیزتان مبارک و خوش باشه و روز بسیار خوب و خوش را سپری کنین. امیدوار هستم که روز را در عبادت، در ستایش، در دعا، در درود بر نام پرجلال یسوع مسیح خداوند و نجات دهنده تان سپری بکنین و همچنان شاد باشین و همدیگرتان محبت و خدمت بکنین. تا برنامه دیگر که با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیرم، همه تانا به خداوند و نجات دهنده خود یسوع مسیح مسپارم. یسوع مسیح همراهتان باشه. آمین.